قسم میخورم به تمام مقدساتم که فرمولی که پشت دست منه، که جمله‌ای که پشت دست من پنهان شده، باعث میشه که از آسمون و زمین برای تو ثروت، رزق، روزی، برکت و مشتری بباره. ببین، سرازیر بشه، طوری که حساب و کتابش از دستت در بره. پس شب عیده، اگر وضع کاسبی خوبی نداری، اگر موجودی حسابت انقدری نیست که حالتو خوب کنه، اگر شرمنده خودت و خانوادتی، اگر دغدغه مالی داری، اگر کسب و کارت رونق خودش رو از دست داده، فقط و فقط قبل از خواب 50 بار، بعد از خواب 100 بار، یعنی قبل از خواب 50 بار و بلا فاصله بعد از بیدار شدن از خواب 100 بار تکرار میکنی. از آسمان و زمین برای اسمت، مثلا من میگم از آسمان و زمین برای ارسلان ثروت میبارد، یا مشتری میبارد، یا برکت میبارد. یعنی اونجا اسمتو میذاری، اونجا یا میگی مشتری، یا میگی ثروت، یا میگی رزق و روزی، بر اساس موقعیتی که الان توش هستی. واو. به نام آسمان و زمین، چی بود یادم رفت.